درود دوستان، بریم ببینیم که یه مربی و 2 ورزشکار ناهار عادی تو خونهشون اصلا چیه. ببخشید که یه ذره پشت صحنه به هم ریخته است، چون که یه دختر کوچولو داریم کاملا فضول. خب تو خونه آدمای عادی، مربی یا ورزشکارا، همیشه پروتئین میتونید توی وعده اصلیش پیدا کنید. اینو گوش چرخ کرده هستش که من با یه کوچولو روغن این حالتی اسپری میکنم، بعضی وقتا این حالتی خیلی کم اسپری میکنم، روشم نمک و فلفل و اینجور چیزا میزنم، پودر سیر، بعد سرشو میذارم خودش به روغن بیاد. خب به روغن بیاد. حالا من ادویه ها رو میزنم. خب نمک، فلفل، همه چیز رو میزنم. خب پودر سیر، پودر پیاز. ما میشه حالا پیازم رنده کنیم که بزنیم توش، ولی ما اینجوری بیشتر دوست داریم. نمک، فلفل، پودر سیر، پودر پیاز، یه ذره کم روغن، بعد سرشو میذاری، بعدا تفت میدی. وقتی که به روغن اومد بعدا میتونی اینو حالا تفت بدی. خب این حالتی خب تمام. بعدش سر قابلمه رو میذاری. سر قابلمه کو؟ اینجاست. اینجا نیستم. زیرش هم روشن میکنم. حالا شعله زیاد نباشه، در حدی که اون یخ باز بشه، به روغن بیاد و بپزه. حالا پخت بهتون میگم. و حالا برای بقیه چی؟ خب اینا که کم بود در ما 3 نفر. این رو نگه میدارم که حالا کمن مثلا بعد از ظهر مثلا شب باز دیگه گشنمه غذا داشته باشیم. حالا میخوام برم مرغم گریل کنم. خب مرغم میخوام برم گریل کنم. پس اینجا میرم یه سری اینا رو یخاشو باز کنم بیام. حالا اصل این که تو یه وعده سالم داشته باشی ربطی نداره بخوای کاهش ورز داشته باشی. اصلا برای اینکه ورزش میکنی غذا باید سالم باشه. میخوای تغذیه سالم کنی، اینکه چربی غذا تو کم میکنی، اینا برای سالادنه. خب هویج رنده و ذرت. خب اینا رو یخاشو باز میکنم که تا موقع کاهو و خیار و گوجه که گذاشتم اینا رو قاطی کنم. بعد حالا سس اونم براتون فیلم میگیرم که چجوری درست کنی که هم چرب باشه. حالا اینو میذارم اینجا که حالا مرغا که درست شد، مرغامونو دوباره یا توی مایتابه کم چرب درست میکنم. بله ما سماور داریم، کتری داریم، پوری داریم. چی کار میکنم؟ اونا رو یا توی سرخ‌خانه بدون روغن درست میکنم یا توی مایتابه همینجوری که روغن کم زدم. اینا رو هم 2 طرفش رو طلایی میکنم، سرشو میذارم. بعضی وقتا میتونید پیازم رنده کنید بذارید. خب سرشو میذارم خودش به روغن میاد و هر 2 طرفش طلایی میشه. خب از این ظرفای فریزری داشته باشین. هر وقت خواستین مرغتون رو مزه‌دار کنید همیشه تو همینا باشه دیگه. بعد مرغاتون رو میذاریم اینجا داخل ظرف. خب حالا که باز شد، نصف مرغای من از قبل بعد مزه‌دار شده دیگه چیز شده. حالا امروز بال و اینا هست که خوب کبابی بشه. اینا برم بشورم. خب اینا رو من اینجا مزه دار میکنم، بهش نمک فلفل میزنم که هم میگه هرچی که خودت دوست داری به من بده. چی به تو بدم؟ نمک فلفل، دوباره پودر سیر میزنم، تو سرخ‌خوان میریزم من اینا رو بیشتر. حالا نصفش هست، یه ذره میذارم این نیم ساعت 1 ساعت، حتی از شب قبلا بزنید توی یخچال مزه دار کنید خب بهتر. تنبلانه اینجوری نیست. خب نه با دیده بشه چیکار. خب
اینجا زردچوبه، زعفرون، پاپریکا، دیگه انواع مزه‌دار رو میتونی استفاده کنیم. مثلا ماست و اینا هم هست. من دوست ندارم، من همین مزه‌دار کردن عادی. اینا رو جدید خریدم تو ظرف من. اونجوری کمالانه میزنیم روش، میزنیم پاپریکاها رو. بعد ادویه مرغ دارم، خیلی تنده، اصلا دستسازه، بعد خیلی هم تنده. آره یعنی مستقیم یک خودش به صورت چیز درست میکنن. چی میگن؟ طبیعی میگن؟ به صورت طبیعی درست میکنن. آره دیگه. یعنی مطمئنی تمیزه و بعد خوشبو و خوش‌طعم و از مواد اصلی استفاده کرده، کارخونه‌ای نیست، ولی خیلی تنده. کم از اون میشه آروم باشه و خیلی تنده. بعد حالا دوباره روغن میزنم روش، این حالتی زیر و روش میکنم. آروم باش. بعد اینا رو هم میذارم که مزه دار بشه، قشنگ به خورد هم بره. میذارم تو یخچال. حالا یه نصفش مزه دار شده هست، اونا رو همین گوشه میذارم. من خودم سس و اینا نمیذارم. سس مایونز میتونی بزنی، یه کوچولو سس خردل، من اونا رو نمیزنم چون که دوست ندارم. یه 40 روزی هم قصد کردم مثلا شکر نخورم و خیلی برای حالا این راجع به این بعدم هم میام صحبت میکنم. خب بعد فکر کن تو همه چی شکر زدن، حتی سس مایونز، حتی سس کچاپ، همه چی. بعد یعنی خیلی حس خوب و تجربه خوبیه. اینا رو هم یه گوشه میذارم چون که سس آماده شده داره. میذارم این گوشه. آره میذارم این گوشه، میذارم تو یخچال که حالا تو سرخ کنی که میذاری 20 دقیقه بیشتر وقت نمیگیره. نمک هم میدید؟ آره فلفل نش زدم دیگه قبلا. میارم اینجوری میکنیم، میذاریم یخچال. حالا در آخر بهتون نمونه یه اصل کار رو، غذای تنبلانه هر ورزشکار، غذای اصلی هر ورزشکار توی هر خونه. کلا صبح زود پاشین توی همین ظرفای فریزری مزه‌دار کنین، حتی شامتون، حتی نهارتون، دیگه قشنگ راحتی تا شب. بعد دیگه ظرفا هم بشوریم. و دیشب با قد بوده، جای چرخ کرده، اگه تو تصویر نشون داده بشه خوبه. ببین مشخص نمیشه. سر دوربین رو کج کن. نه اینجوری کجش کن. خود پایه رو بیار بالا. نزدم، یه ذره زدم. ذره آبگورم میزنم توی این مرحله. گوشت چرخ کرده چرا انقدر تو حلقنی؟ خب آبگور زدین، دوباره شعله کم سرشو میذاریم که دوباره بپزه و خوشمزه بشه. خب ظرفا شستم دیگه. دیشب گفتم آب قد بود، نشد ظرفا رو بشورم. به چه سختی دستشویی میرفتم. نمیدونم چرا آبو قطع کرده بودم بدون اطلاع، یعنی اطلاع رسانی هم نکردم دیگه. الان ظرفا رو شستم. موام چرا خراب؟ ایدوا چرا هیچی نگفتی؟ خب اینا هم که از این مرغا هم گریل میکنم. فعلا هنوز ساعت 12:15. خب یکم برنج کته میکنم. برنج رو چیکار کنیم؟ من برنج رو چجوری درست میکنم؟
ما که اصلا روغن خیلی کم، در حد مثلا یه قاشق مربا خوری گوشه مثلا قابلمه برنج ما مثلا اینه 1.5 پیمانه. تو فکر کن برای شبم میمونه، چون که کربوهیدراتمون کنترل شده است. مثلا در حد 6 قاشق 7 قاشق، باز مثلا شوهرم 10 قاشق، اینجوریه حساب شده است. کمندم که دیگه در حد خودش میخوره، بچه است. چجوری روغن میریزم توی برنج؟ بچه همه چیز باید کم روغن باشه. یعنی اینکه ما فکر میکنیم هر چه غذا خوشمزه تر بهتر، در صورتی که اینجوری نیست. و اون عادت غذایی که چی افتاد، اون عادت غذایی که شما دارید اون باعث شده فکر کنید که هر چه غذا پرچرب‌تر خوشمزه تر. دیدی چقدر قشنگ روغن افتاد. حالا برنج رو من مثلا حالت دمی درست میکنم، میتونی آبکشم بکنی. یه گوشه برنج رو برای خودتون روغن نریزید. اگر که بقیه خانواده خیلی دوست دارن، شما یه گوشه برنج رو مثلا یه دونه هل بریزید، بذارید روی برنج، مثلا نشونه برای خودتون که آقا این تیکه قسمت منه که روغن نریختم. هم نزنید، برای خودتون بکشید، بعد برنج رو در آخر هم بزنید، برای بقیه غذا رو بکشید که مصرف کنن، بخورن سر دسته. شما بدون روغن بخورید. باور کنید که فقط 1 ماه اینجوری رعایت کنین، عادت میکنین به اون تغذیه و اصلا روغن غذا رو که ببینید حالتون به هم میخوره که وای مثلا طرف چقدر روغن ریخت توی غذاش. خب سالادم درست میکنم، اون چیزا هم که دیدین میریزم و این شد غذای اصلی ما. سس رو چیکار میکنم؟ سس سالادمون همیشه اینه. گفتم چون من سس مایونز نمیخورم نمیزنم، ولی برای بقیه قاشق چای خوری خب میریزم توی ماست و خیلی کم کوچولو میریزم توی ماست. سعی کنید که سس مایونزتون کم کرب بشه بریزین. بعد مثلا نعنا بریزین، آب لیموی تازه داریم بریزین دیگه، نمک، فلفل، اینها رو هم بذارین، یه ذره آبیشم بریزین توی سالادتون. حالا سالادتون مثلا کاهو داشته باشه، کلم بروکلی اگر دوست دارید خیلی خوبه برای بدنتون. کلم بروکلی فیبر داره، سیرتون میکنه دیگه. هویج، ذرت، نخود فرنگی اینا رو زیاد استفاده نکنید، مثل نخود فرنگی و ذرت، چون که حالا کربوهیدراتشون کم بالاتره. در حد 1-2 قاشق سالادتون باشه کافیه. و نصف بشقابتون سبزیجات باشه، یه مشت اندازه 1 مشت یعنی اینقدر برنج داشته باشید و مابقی بشقابتون پروتئین باشه، مثلا گوشت سفید، گوشت قرمز. اینو من خاموش کنم دیگه. گوشت سفید، گوشت قرمز دیگه، ماهی، انواع گوشت‌ها رو میتونید استفاده کنید. گاو، شتر، گوسفند، ماهی، مرغ، بوقلمون، ولی کم چرب باشه، یعنی چربیشون زیاد نباشه و پوستشون هم حتما به خاطر هورمون ها بکنین. خلاصه که این شد یه بشقاب سالاد. دوستتون دارم. تا ولاگ بعدی منو سابسکرایب کنید و لایک کنید، نظر بدید اگر به دردتون خورد. عذر میخوام اگه خیلی حرفه‌ای نبود، چون که اولین ولاگ عمرمو گرفتم که یه ذره طولانی هم شد. دیگه هنوز حرفه‌ای نیستم، یه ذره بگذره کار دستم میاد. جلوی دوربین راحتم، گفتم چون مربی آنلاینم جلوی دوربین راحتم، ولی بخوام ولاگ بگیرم لنگ میزنم. دوستتون دارم. نظراتتون رو بدید، سابسکرایب یادتون نره.